سلام علیکم عزیز، تشکر اولم. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که کسی عیبی کسی رو میپوشاند در این دنیا، الله تعالی عیب اون بنده رو در قیامت میپوشاند. هر یکی ما عیب داریم، کمبودی داریم، خطایی داریم، گناه داریم. باید که گناهی همدیگه رو، عیبی همدیگه رو، خطایی همدیگه رو چکنیم پوشیم. اگر توانیم خطایی هم انسان رو در تنهایی باید که اصلاح کنیم، در پیش هم انسان ها نه در یک جا برده در تنهایی گپ زده خطایش اصلاح میکنیم. نتونیم بعد پس در حقش دوام میکنیم. نسبت عیب مثال کم بودی در حیات داره انسان. این مثال ما در چیز میشنیم که در دوره اینترنت میگه که ای برات درک نماز بخون برای چی کن نکنین خیلی عیب جویتونن. من که عیب یگان جو ندارم، من چشمم کجاله بینی قنبله نیسته گفتیم تو چیکار کنم هسته زبانم تلا نیست که زبانی برو که گپ میزنم هسته میگه با وجودی شما میگه که ای بس که کمپیر گپ زدی برات پیش پرده بشی برات درک نماز بخون. برو دتش نیسته که همه مردکای روی جهان تو رو میبینن تو روی زن محرم است، روی زن خیلی بلبل منم برادرم میسرایت. من میدونم شما را که میفهمونید میمونید که در کجا باید ما گپ زدم، در کجا باید که من رو نشون دادم، در کجا باید رو نشون دادم. انا میو همش در حدیث یعنی گفتم که در این حدیث میاد که باید که عیب جویی نکنیم، کمبودی نکنیم. حالا که ما یگان عیب در شما نشون دادم که یگان جویی چی میگن که در اسلام معنی است. گپ زدن در اسلام معنی نیست. زن و مرد خود داره که برآمده گپ زدن در جایی که باشه در چی میگن زال است، در یوتیوب است، در تلویزیون است، در رادیو است، برآمد کردن معنی نیست. حضرت مادرم عایشه از عایشه مادرم چقدر حدیث اومده است. چیزان گفته حدیث آدمو روایت نمیکنن، روایت میکنیم که هست. مادرم عایشه حدیث به ما رسیده است. ولی میگن که زنی پیغمبر ما هستن بود، زن پیغمبر ما سلام بدن، لیکن جنسشون زن بود. ما هم جنسی زن هستیم. چی به ما به من شما ایراد میگیرید، تنقید میکنه که ای انا خیلی و خیلی نکنین کارتونه که این در قیامت بعد عیب همین انسان هایی که عیب جویی میکنن که مثلا در یوتیوب عیب جویی میکنن، در جایی که عیب جویی میکنن عیبتون در قیامت فاش میشن. باید ما کوشش کنیم که عیب انسان چیکار کنیم، پنهان کنیم، کمبودیش پنهان کنیم، گناهش دیدیم باید فاش نکنیم در آدمو. بعد ما اجر میگیریم در قیامت و در نزد الله تعالی با یک چی میگن کاری نکن برمیخیزیم. لیکن شما همینقدر که انسان هایی که یکی ما همینقدر انسان هایی که عبادت کنیم و در نزد الله تعالی روزه گیریم، نماز خوانیم، قرآن خوانیم، حج رویم بیایم، اما انسان ها رو عیبشون رو فوش کنیم، آدم ها رو فقط عیب جویی کنیم، آدم ها رو گناهشون رو بگیم، همه آوازه کنیم، آدم ها رو مثل که چی میگن سیراشون رو پنهان نکنیم، در نزد الله تعالی کاری نقطی ما نمیخیزیم. عیب فوش کردن، سیر فوش کردن گناه هست. اینه ببینید پیغمبر هم درس میگه که مسلمان اون کسی است که عیب برادرش رو پوشاند. اگر کسی که عیب برادرش رو پوشاند، کمبودی برادرش رو، سیر برادرش رو پنهان کنه در دنیا، الله تعالی در قیامت او رو چی میکنه؟ پنهان میدارد. بله این ندارم از شما یک جان.